چیزهایی که هر کسی که کفش میپوشه باید بدونه. 1. برای نگهداری کفش‌هایی که نمیپوشی، کفش‌ها رو بذار توی یک کیسه پلاستیکی و با سشوار گرمش کن تا روکش ضد گرد و غبار درست بشه. 2. اگه بوت‌ها چروک شدن چند تا جوراب رول کن و بذار داخلش. بعد روی قسمت چروک شده یه پارچه بذار و آروم اتو کن تا مثل نو بشه. 3. اگه جای کفش کم داری، در جعبه رو زیرش بذار و بقیه جعبه ها رو عمودی روش بچین تا یه قفسه ساده درست شه. 4. برای شستن کفش‌ها توی ماشین لباسشویی، بندها رو لای در گیر بنداز تا راحت‌تر شسته بشن. 5. اگه دمپایی‌هات لیز شدن، یه تیکه سیمو گرم کن و روی کفش فشار بده تا طرح جدید درست شه و دیگه سر نخوری. 6. وقتی میخوای برای بچه کفش بخری، با یه نی اندازه پاش رو بگیر تا همیشه سایز درست رو پیدا کنی. 7. برای خشک شدن سری کفشا، یه جفت چوب دستی لای کفشا بذار تا باز بمونن و بو نگیرن. 8. اگه آب لوله به دیوار میپاشه، جلوی چکمه بارونی قدیمی رو ببر، بذارش روی لوله تا دیگه آب پاشیده نشه. 9. اگه سربند کفش ریش ریش شده، یه تیکه نی بذار سرش رو آروم گرمش کن تا مثل روز اول درست بشه.